ما حاضریم چون برنه بیایم بیرون مثل حضرت آدم و حوا یکیه برگ ما بذاریم جلو عقبمون، ولی صبح که میایم بیرون آگهی خبری گرون شدن ایران خودرو و سکه و دلار و قطع برق و فقر و فحشا رو نبینیم. اسلام گیر داده به یه پارچه و 4 تا دونه تارمو. شیپور رو از سر گشادش دارن میزنن. آقا میگن شیپور رو از سر تنگش باید بزنیش، نوای موسیقی از سر گشادش بیاد بیرون. از سر گشادش فوت بکنی از اون صدای شیشکی میاد بیرون. این داستان ما با این دولت آقای مسعود آبمنگله. مسخره کردن ملت، آقا گرفتار کردن همه رو. همه بدبخته دارن میرن طلاق میخوان، همه دارن میرن زندان سر ورشکستگی. ما زنی که پدر سوخته الان کلیپش فرستادم 1 میلیارد خورده‌ای به دیوار غزه و نوار غزه هدیه کرده و بعد دخترایی بدون جهیزیه تو خونه خود ما موندن. تو چپر دارن درس میخونن تو بلوچستان. کجای اسلام همچین حرفی رو زدن؟ آخه بابا کجا پیغمبر همچین دستوری داده؟ این اسلام از کجا اومده اصلا ما خبر نداریم. ما هر چی تو کتب اسلامی میخونیم چیزی از حجاب نمیخونیم. یکی محض رضای خدا به منی که 60 سال از خداوم گرفتم اذان اقامه رو کردن تو حلق ما شدیم مسلمون، به ما راهنمایی کنه ببینیم آقا کجای اسلام نوشته حجاب. این همه میلیارد هزینه بکنی برای چی؟ کلینیک بدحجابی؟ چرا نمیگی کلینیک بدبختی که بچه ها تا کمر میرن تو سلط آشغال دنبال غذا دست دوم مردم میگرد؟ چرا نمیگی جوونای مردم نوامیس مردم گوشه خیابون وایستادن 20 تا ماشینن تو صف وایستادن که ببینن انگار نظری دارن میدن اگه تهیل کرد با این یکی نرفت با این یکی بره. این بده. آدم با زن بچهش میاد تو خیابون سوال میشه ازش، دختر جوون پسر جوون که داری ازت سوال میکنه این ماشینا برای چه میرن جلو این خانومه؟ تازه خیلی چش گوش بسته باشن که این شبکه مجازی و اینستاگرام بچه 6 ساله الان میدونه که سکسولوژی اصلا چی هست، زن فاحشه خیابونی چی هست، اعتیاد چی هست. اینا رو برین درست کنید.